مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید و کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید یه دکمه این پایین هست نوشته سابسکرایب، حتما لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. این لایک کردن شما باعث میشه که ویدیوهای ما بره تو اکسپلورر دیده بشه و حتما برای ما کامنت بذارید و من کامنت های همه شما عزیزان رو میخونم. اما یه خبری از برابچه ارشاد و ناظر و اینور اونور اومد که 30-40 تا از بازیگرای خانوم رو ممنوع کار کردن. توجه بکنید، نگفتم ممنوع تصویر، ممنوع کار، به خاطر اینکه یعنی هر کی دم دستشون بود اینا اومده بودن و یه چیزی بهش چسبوندن و ممنوع کارشون کردن. حالا درسته ما در رسانه پشت پرده میایم راجع به سلبریتی ها صحبت میکنیم و حالا انتقاد میکنیم و گفتیم هم دیگه در صنعت پر رونق سینمای ایران 90% بازیگرها بر اساس استعدادها و توانایی هایشون با این تهیه کننده وارد سینما میشن. خب به هر حال یه عدهشون هم واقعا آدمای با استعدادی ان، اونها رو که نمیشه دیگه از حقشون گذاشت. از اون طرف اومدن یه سری اسامی رو اعلام کردن. آقای حبیب ایلبیگی به عنوان مدیر اداره نظارت بر سازمان سینمایی گفته اینا ممنوع کارن، نگفته ممنوع تصویر، به خاطر اینکه اکثر این بازیگری که حالا جلوتر براتون نام میبرم تو حداقل 2 تاشون توی این فیلم‌ها بازی کردن. مثلا هر فیلمی باز می‌کنی، هر فیلمی می‌بینی یکی 2 تا از این افراد توشون بودن، به خاطر همین گفتن که ممنوع تصویر نه ممنوع کار، یعنی ما تصاویر قبلیشون رو پخش می‌کنیم، از الان به بعد دیگه اجازه ندارن این افراد برن و تو فیلم‌های جدید بازی بکنن. البته خیلی از این افراد از بازیگری خداحافظی کردن، حالا جلوتر اسامی رو بگم متوجه میشید. خیلیشون که اصلا کلا از ایران مهاجرت کردن، کلاشون هم بیفته ایران نمیان بردارن. یه عده دیگه شون هم که کلا گفتن ما میریم دنبال یه شغل دیگه، یه عده دیگه شون هم که کلا بازنشسته شدن، یه عده دیگه شون هم که اصلا کلا کسی بهشون کار نمیداده. به خاطر اینکه بهشون کار نمیداده 4 تا پست سیاسی گذاشته بودن، 4 تا پست انتقادی گذاشته بودن که دیگه توجه بهشون بشه و همون توجه باعث شد که دیگه الان ممنوع کار بشن. اما اسامی این افراد که حالا بهتون خواهم گفت، جالبه که گفتن که این افراد اگه یه فیلمی داشته باشن که قبلا بازی کرده باشن فیلم پخش میشه، چون به تهیه کننده و کارگردان ضرر مالی نخوره، ولی از بعد از اون دیگه هر فیلمی بازی بکنن دهنشون سرویس. خب خانم سریا قاسمی بوده که ایشون دیگه عملاً بازنشسته شده و کار نمیکنه. آزاده صمدیه که گفتم دیگه، آزاده یکی راجع به پشت پرده‌اشم یه ریز بگم دیگه. پژمان جمشیدی مدت تیکو داشت. باران کوثری بوده که نوید محمدزاده و حالا خود پدرش و همچنین خانواده‌شون رو وارد سینمای ایران کرد و باران کوثری همونی بود که سال 92 یقه جر داد برای روحانی و خلاصه رفت تو تیمای سیاسی و فعالیت‌های این تیپی کرد، آخرام گذاشتن کف دستت. قابل توجه بقیه سلبریتی ها که گول بازی‌های سیاسی رو نخورید و نرید توی زمینه این افراد بازی بکنید، حالا بخواد ابزار رو بازی شدید. ویشکا آسایش بوده که ایشون هم که کلا الان اگه اشتباه نکنم دیگه کلا کشف حجاب کرد، فرانسه آخرین بار کشف حجاب کرد و احتمالاً توی اروپا بمونه. ترانه علی دوستی که از قدیم ها فعالیت سیاسی میکرد توی ایران و حالا اون که اصلا کلا همه عمرش بکنم ممنوع کار بود. کتانه ریایی که گفته بود که اصلا یه سری از افراد سینمای ایران کلا منم موقعی که جوان بودم دستمالی کردن، بازیگری خداحافظی کرده. پانتا بهرام که عملا دیگه فیلم و سریال زیادی بازی نمیکنه. هنگام قاضیانی هم دیگه داشتیم دیگه این چند وقت پیش که ماجراش از چه قرار بود. پگاه آهنگرانی هم همینطور، این هم چند وقتی بود که ممنوع کار شده. مریم بوبانی زیاد معروف نیست، حالا شاید نسبت به معروفه ولی نسبت به بقیه. گلاب آدینه، فاطمه معتمداریا، شقایق دهقان که اصلا کلا 24 رو جای مختلف بوده. آنیه توسلی، ساناز تاریک اصلا رفته بود ترکیه. الهه فرشی،
آیتک جاوید نژاد نمیشناسم. صدف طاهران هم که دنبال شوگر موگر و اینا میگرد، اصلا تو این فازا نیست. ناهید لیان اصلا خارج از کشور. شقایق نوروزی، روناک یونسی که حالا خبر رسیده داره جدا میشه، سمیرا سیاح، پردیس افکاری، فائزه علوی، اصلا یه سری رسم میکنه. بهارک سالنیا، حنانه شهشهانی هم فکر کنم کشف حجاب کرده بود، چکامه چمنما، مینا لاکانی، این دو نفر اگه اشتباه نکنم. همینطور سارا باهنر، گلشیفته فرهانی که سالهاست اصلا از سینما ایران رفته، شبنم طلویی، زهرا امیر ابراهیمی که فراری شده و فیلمش اومده بود بیرون، لادن طباطبایی هم همینطور خارج از کشور، دنیا مدنی که آلمان، شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو هم اگر اشتباه نکنم آلمان، نیوشا مدبر، مهناز افشار، مینا نداشتیم، مهناز افشار که آلمان. چقدر از این بازیگرا آلمان هم اطراف ما نه، هر کدومشون فکر کنم 20 دقیقه فاصله دارن. مثلا خود دنیا مدنی، مهناز افشار و خیلی از این بازیگرا. مونا بانکیپور اونم بازی نمیکنه. سوار راد که اصلا ترکیه بود. شیرین صمدی نمیشناسمش. ریحانه پارسان که اصلا ترکیه بود با پویان مختاری اون ماجراها و رل زدناش. شراره دولت آبادی، میترا حجار و سهیلا گلستانی و افسانه بایگان که البته میدونید که پگاه آهنگرانی و خانم ویشکا آسایش و مهناز افشار و گلشیفته فرهانی و زهرا امیر ابراهیمی و شبنم فرشادجو، لادن طباطبایی، ریحانه پارسان، اینا که گفتم دیگه خارج از کشور. افسانه بایگان و هنگام قاضیانی هم که کلا گفته بودن که ما از دنیای بازیگری خداحافظی کردیم، یعنی اون کسایی که مسئولن حتی رحمم نکردن با اون کسایی که خارج از کشور، گفتن اینا نکنه برگردن ایران، اینا برگردن ایران دیگه نهایت تا خرطومی هواپیما خدمتتون باشن دیگه، بعد از اون میبرنش، اصلا کارشون به فیلم بازی کردن و اینا نمیرسه. و دیگه به حال اکثر این افراد هم دیگه تاریخ انقضاشون تموم شده بوده دیگه، یعنی دیگه آنچنان لابی کلفتی بین اون تهیه کننده ها نداره. الان دیگه تهیه کننده ها دنبال بازیگرای مثلا 16 17 ساله 18 ساله ترگل و گل تیتیش مامانی جوجه میگیرن بزنن به جوجه میگیرن بزنن به سیخ و اینا ببرن توی فیلم ها و سریالاشون بازی بکنن. دیگه سن که رسید به 30 سال میگن به 40 سال دیگه بیشتر از 30 بار دیگه بیشتر نمیزنن و اینا. بعدش مثلا جمله بگن متأسفم خانواده نشسته باشن، آقا خلاصه دیگه نمیزنن دیگه، میگن سنشون بالاه. تو بهتون بگم و قابل توجه این سلبریتی ها، آقا الکی گول این افراد رو نخورید، نرید تو زمین اینا بازی بکنید تو ایام انتخابات و جای مختلف که اگر این کارو بکنید از دو زاویه به فنا میرید. اولا میاد تو تارگت ما افشاتون میکنیم و میگیم شما آدمای نون به نرخ روزخور بی سوادی، چون میدونید که 90% این آدمایی که مثلا بازیگرای خانم سینمایی یعنی فیلماشونو ببینید حالتون به هم میخوره، بی استعداد، درب و داغون و عملا این افراد با شاخه‌های مجازی هم هیچ فرقی نمیکنه. شاخه‌های مجازی حداقل یه خلاقیتی به خرج میدن، خفه میکنن، یه کاری انجام میدن، نمیدونم یه دعوای سوری را میندازن و یه سناریویی دارن. اینا اون سناریو رو هم خودشون ندارن، یکی دیگه بهشون میده که بازی بکنن، یعنی تفاوتی با اون آدم‌ها ندارن. اما در خصوص این که اینا اینجوری ممنوع کار میشن من میرم پشتشون، یعنی من معتقدم که نباید این اتفاقات بیفته. اصلا چه معنی داره شما بخواد برای بازی کردن یک بازیگر تعیین و تکلیف بکنید که بازی بکنه یا نکنه؟ مگه سینما ارث پدرتونه؟ مگه مادرتون رو داده بودید کرایه که الان دین داره گردنتون که بگید کی باید باشه کی نباشه؟ چون معتقدید احتمالاً یه عده‌تون که مادرتون رو ترتیب دادن، به خودتون هم یه سمت دادن، به خاطر همین شما باید تصمیم بگیرید. شما اصلا چه جایگاهی دارید بخواد برای شخص تصمیم بگیرید؟ یعنی این رفتار شما رو بقیه کشورها وقتی میشنون پشماشون میریزه. مثلا پدیده به اسم ممنوع کار، بعد اسم خودتون هم گذاشتید سینمای آزاد و اسم خودتون هم گذاشتید که نمیدونم ما سعی می‌کنیم که فضای آزاد سینمایی و رسانه‌ای داشته باشیم. تو فضای رسانه‌ایتون حسن خطاب این ویدیو. مرسی، خیلی مخلصیم، دمتون گرم. حتما برام کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. چک کردیم.